نه من باشه روزی که من به میدونی آمدم ندیدم که به شیر او داشته باشه. یه ما چی؟ شتن جان جلت یا رفتی؟ شکر فضل با تیپ میپ زدی؟ رد تیپ میپ بلده گیله که تا اوقات مطلع خنیه چی شد که دماغ خود؟ تاف زدم چی؟ تاف زدم مام خراب تاف فهمی تاف چیه؟ کجای رمضان دماد نبود کجای؟ یون سر کمی بیار و من موامو گردنم بند باشه مثل شینگابوز ولی خوش شده. خب اولی رمضان دماد نبود کجای؟ رمضان؟ فکر کنم سر سرا مگر گیله 4 روز دیگه شاید یک ماه بعد به خیلی خوشی حرکت کنه. مگر ما خودی از بشینیم به یک لفظی بفهمونیم این رمضان که از این کار پشیمون شم. به چی کار؟ از این ایران رفتن با خدا گیل اگه می اوقات مطلق نیه جگر ما خونه گیله امی خواه مور میداره میباره به ایران امی برام نورولا عملیه اعصاب خرابیه زد کرده که من نمیگذارم خواه رو ببرم به ایران دیشه با خونه شیشته و در بستی که اعصاب خراب بیده که زن گپ خواه میشود اما زن یک کلمه گفت گفته چی کرده نورولا باشه که بباره اختیار داره زن اینه ام تکفلاک سبا نکردم پینه که نزد اشته مثلا به می قسمت پینه که نزد تا حال ما جگر مخونه گیله تا حال جگر مخونه امی برام اولا با خود نمیفهمن خدا برسی یک جنجال کانه با پا میکنیم هم شما دیغ میشین هم ما دیغ میشین نه تو خونه باشه برو نه تو لا 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 آجا بیشتن خیلیات بخیری شکر زنده باشین سلامت باشین رمضان میگه نه رمضان میگه ما چون چی کار فلانه شکر خالد شکر زنده باشین شما خوبه خوب بودن شکر سلام میرساندم شتن خالد جون یا رستی رمضان مستعرای خاله خالد جون میشینه بخونه خاله جان شما یک این پیاله بزده با کل ممه 5 دقیقه بیر اینجا بشین و شما یک چند کلی با گپ بگو بگو خالد جون بگو خاله جان سعی کنیم من بیام آدم گفتم بلکم گیلک جون بلیاز خدا بگذار که 2 کلی با گپ بزنم اگه گپ نمیگذاری گپ زنه که ما خزم برو بفهمید خاله جان این تو یک دفعه چوب کن کسایی کنم این مسلمون چی میگه سر برم که تو خراب کنی بخی برو مسلمان برو بخی چه کار برو مسلمان به هفته بزلا این چه کار پیش نمیشون یک 5 دقیقه دیگه دم خواسته رو که من 2 کلی برو مسلمان برو همیشه سکر چیزی نیم نام پیش نمیشون پیش بیام نیه خاله جان سعی کنین من بیام اونم که با شما بگم از امیر ایران رفتن امیر رمضان نگذارین که بره کار بکنه که اصلا پشیمون شده خاله با خدا میتوقعات مطلق نیه خاله خیر بینی تو خوب گپی میزنی به خدا اگه دل من واسطه باشه که بچه من پیشب نانه بگیریه شد چکار بگیریه چه بله مکار خرابی گندگی هم دومات تو داره زنگ میزنه که بخی بیا اینجا این تکاره که اینجا این رقم بکی حالا دومات یک اشتباهی نکرده بکر اولی هم ازی خوردن رو ما هرچیزی موسی میگم این خدا یکی مبین سعی کنه ما از این نورالله براخو میترسم آدم اصاب خرابیه آدم عملی یک دم جنجال کنی با پا میکنه مگه زن خودی شبت پیشه همی تختارات اخبار نشد ما زمین زن نورالله گفتک چی کرده اختیار زن خورد داره بگذار ببره هم تک فلاک سبا آورا نکرد بمیدی تا پسره که جگر با خون شد به تا شفاخونه میگه بیستن چیو میشه که خودت میبینی همی تا آدم بری بگو بیا اینجا نمیل بگیره بگو بفهمونه بگه نه رو بدرد نمیخوار بلکی بکردن برای صدا فرچی گفتم نمیخوار آخه برای نورالله که بیا 2 کلمه گپ بده رمضان 2 کلمه گپ از این ورزید کنه خلاص دیگه همجا خیاله وفا میکنم من برای نورالله میترسم عجیب و صد من شما مدرنه یک کار بکنید تا بگیره شیم بگم رمضان نه بذاریم بگیره من دوشه و سه شب یک سره گریه میکنم اصلا گپ من گوش نمید نورالله میگه بگه همه زنده نباشیم که خوبارم ببرم به ایران اگه همون زن گناه رمضان نیست با همون زن گناه همون خوارتونه نه دیشه خوارتم برف گفته هیچ کردی یک سره میگه بری بابا پیش خواه خود چند دفعه گفتم آخه به گریش کدوم پیش خواه خود گفتم نکن رد ایران ولده که این نورالله برام آزاد خراب جنجال با پا میکنه شما هم دیغ میشیم ما هم دیغ میشیم بابا مثل سیا چل سنگ بری میگن نه نموی
نه دیشب شما گردن شما ما غیر یک لقمه تاتگی دیگه چیزی بخورید نه اینجا دیشب خیلی بود اصلا میچیدین منی بدون ماهی گردن آوان باشه دیشب اینجا خیلی بود که نیه ایت به گلو مرده تانه میره این وقتی برو سرزمین رو بخواه خیلی سرمو بیخواه میشه وقتی آنه بخود شما رو بردین آوردم وقتی برو من میرم خب وقت شما از این بیشتر نمیگیرم بعد که رمضان هم ببینم رمضان هم بفهمم خانه جو اگه به سرا بیایی مور میشون و میپنه اگه بگه همه بکر نه کده که ما چکار منطقه کار بکنه که هم دیگه خودی هم دیگه زد نکنه که نورالله یک گپ بگه رمضان یک گپ خلاص برو سرزمین رو برو خودش ملا برو دیگه دیشتی بفهمیدی خاله خوبه باشه برو با یک کاری بکن و بیانتون به شما بگم دیشب هم میگه جگر خونی اینجا آواز کلیم های یعنی کلیم ها دست کن خوبه کریم ها چیگو گیله یک ساعت نمونده گیله بابا نه دیشتیه تا ساعت تو خیلی عقل کمال مونده برفتم خاله خدا خدا حافظ شما سلام بگید خوش نمیدی برو تم سرزمین رو برو خوبه دیشتی برو میره بعد از این افغانستان برم به ایران از این زمینداری و اوداری و کشت و زراعت اینا دل جمع شم ساعت 2 بیجه روز شده یک کدوم شما بخصی عجی گپ نی کی دیگه من دل جمع شم میرم از این جگاه دل محل از این زندگی به سر آماده و خدا این دفعه لالا برین 6 دفعه اون تو سعی کوتنه خورتنه شطوره کرده تاشون بخونه میخونه و تبله میزنه و میشینه و میرقصه و چی تو این جگاه سر که یک پیاله چای یک لقمه نونه به سه بیجه روز نمیاره لالا به سر مغور رو پف نکنیم بریم به سر نیرولله کنیم به سر عباسه کنیم خودی کله گنده خو نیرولله اونجوگا خودی کله کل خو اونجوگا لغاز لطیفه چینده گفتم من مقدارم که رمضان دم خوار مرور داره بپره به ایران مگر ما زنده نباشه چرا؟ چی لغاز لطیفه چینده؟ نورالله و عباس رفت مفت میزنی عباس خودی نیرولله لغاز لطیفه نمیچی نه خور عروس نمیکردم میگفتم اگه ما زنده باشیم ما نموریم خشت لعد به پینک ما نخورم ما نمیگذاریم که رمضان خوار مرور داره ببره به ملک ایران ما مگر زنده نباشیم عباس هم بیامد به خونه عمق زن خود نانه قلمقلو که خودی گیلن که چی بود چرا قلمقلو میکرد؟ که ما نمیگذاریم رمضان و داره خوار مرور ببره به ایران خوار که خوش نداشتین که به ایران ببرین خوار از ما 5 لک پیشکش نمیستوندیم او رو بالشت میکردیم به زیر سر خو میکردیم مردم زن خور عروسی میکنه به امریکا و به آلمان و به استرالیا و به ایتالیا و به کجا ببره من زن خور به ایران مگره به خاطر نورالله و برار نبرم چرا نورالله کینه یقینیه به می بیا خودی من رو بریش نورالله بگه به محلده به می نورالله بگه کسی به گپ شما موس میگی نمیکنه من به سرا بدی عباس به سرا نمیدادم مادر من نمیفهم گیلک هم چه ساده هم هرچی بیان بگفتن میگن چه کار و فلانه نورالله خوب خسوربوری من از من کلونتر هم هست قطعی اندازه مناره خیر بینیم به حساب کلونتری به حساب خسوربوری من خسوربوری کلون من مثلا حکم خسور مرداره من به خاطر از او بزوی چی نمیگم اگه گپ به سختی نرسه به خدا بیخ کلو امور میگیرم اگه چشمای اثر بیری نشده هرچی مستی بگو من رمضان میگم برق چغندر نمیگم من زن خور امرو اختیاری نداشته باشم از این افغانستان به ایران ببرم پس من مثل زن خو میرم قدیفی به سر خو میکنم دیگه من پچر مردیم من مادر ما اینا همه به غم و خونواده و اینا افتادن که من میرم به ایران میرم اونا مهمتره تو بیشتر غم من مادر می بیشتر غم من میخوری یا تو غم خور میخوری میتلالا به ترمزی به عباس نزنم که پیش بیای به نورالله هم نبگو نورالله سر جا خو بشی اگه خسور بیدی براد منی احترام تو سر جا خو اگه نی گردن من بند باشی یک ترمزی به فرق تو بزنم که باز خیلی یاد دارم وقتی برو اتش ولا اتباق چون پیاله هم بیا چی بیاوردی؟ تاجو قروتی تاجی هم چای هم قروتی به هفته 5 روز شما هم خونه قروتی نانه من دیگه غیر از قروتی دیگه چیز یاد نداره پخته کرده خبرم دارن که من خیلی قروتی خوش ندارم وقتی برو سکم فلسفه سال خورده بگردن اکبالی شلیا بگردن اما پیاله هم بیاره که یک لقمه مرگ خاک بخورم امروز چای یلا قرار از امروز چای دیگ دومری بودم اینا مدیشه مونده سال به 12 ما دیگ دیمرو بود چی بیانو پیاله رفته شاله بیاره اکسک و فلسفه سال خورده اگه میتونی بزن با بالا پل شلی تاسه به جلو شده یک لقمه مرگ خاک بخورم خیر ازی که خبر بیارین که نورالله چی گفته احمد چی گفته محمود چی گفته کی چی کرده
این رمضان خور چی تیار کرده؟ بیا آماده ببین جگاه که مثلا مزان خور میدارم میبرو. پیش نور را بردن خیلی سخته، مکلم یک دم به جای یک دم نیست. میبرم زن خور فقط بردن مفته. بیا امدی تو به پیش این جگاه خور هر دم حالا به حال میکنی. بکنه خواسته باشم آتیش مکی میتونه ببره دختر. با داده باشم با تو زن با داده باشم بگا. الله بله کاکا خسرو اشتنی باشیم خیلی خیلی عاطفه خیلی. باز خود رو گپ میزنی. هر دیوانه جون ما کرده همی دو مادمه. بیا آماده این جگاه به پیش ما لبر میکنه خبر نداره که نورالله یک دم کلیو به جای دادم نه. برداره به من میگه که من چون مزان خور میدارم به کجا میرم به ایران میرم به کجا میرم. البته مفته. راست میگه کاکا زن خود میبرم ارتکه. اینه زن اینه وقتی که تو عروسی رو بدادی زنی که به خونه بود به ایران میره دیلی و به پاکستان میره دیلی و به هر جا میره. اما سیکو طرف می سیکو اما که دختر خود به تو دادم به ایران برفتی به هر جا برفتی کی جلوی تو گرفت؟ ما فرق میکنه کاکا خسرو تا بزو. چی فرقی داره؟ فرق میکنه. هم آدم و هم آدمه. نورالله وقت نمیده مردم که این جگاه در خیلی پت کنه به سر. به زور نمیشه به زور نمیشه. اختیار زن خود داره به ایران میره بره خود بس که فاتحه هم بری بده بگو برو خدا به جلوی شما خیر بیاره. جنگ و جنجال نکن که فایده نداره زن خودم میبره. کاکا جان این تهن که تو میگی نیه تو بوش خونی بفهمیدی؟ باز سیکو که من چه کار میکنم بفهمیدی؟ تو بوش خونی تو بغضت زن خود مرتکه به ایران میره دلی و به هر جا فاتحه بده بری بگو برو تو با خدا سوردم. من نمیفهم کاکا خسرو هر رقم میفهمه من میتونم خود شما فیصله کنم. نورالله بیا اینجا کاکا اگه من کلان تونم من به جمع کلونی قبول میکنی که من هر کاری کردم میکنم تو دیگه قرار نگی فاتحه بری نبری بگو تو الله سبحانه خیرم به جلو اینا میه دلازری دیگه نکو کاکا جان. کاکا خسرو من کار ندارم از این ساعت کلونتری من از خوار من از هم مگی ما به دست شما